زود می آید. خواهشمندم از جای برخیزید. سلام علیکم، مرحمت شینید. مجلس سودی کشوده اعلان کرده می شود. بررسی می گردد پرونده حقوق ویرانکنی مأموری نسبت عابدов زبیر با ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان. شاهدان عالمов الهام‌الدین و مراد فتح‌الله تا دعوت شدن برای دادن نشان داد تالار مجلس سودی را ترک نمایید. پریستافی سودی عادلزاده نقدم برای بیرون از ورفه سودی زبان یک نکردن شاهدان چاره‌اندشی نمایید. раиси кунанда Сафарзода Ғозибек, котиби маҷлиси судӣ Шарифзода Сафия, ҳуқуқвайронкунанда Забир Обидов, намояндаи бахш оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод Латифзода Равшан, пристави суд Одилзода Неққадам, шоҳидон Илҳомиддин Олимов ва Фатҳулло Муродов. ویرانکننده عابدов شخصیت شما معین کرده می شود. مرحمت. من عابدов زبیر 3 январи соли 1966 таваллуд шудам. маълумотам олӣ, оиладор, соҳиби 6 фарзанд, мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ноҳияи Файзобод шуда кор мекунам. қаблан ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноӣ кашида нашудам. дар суроғи ноҳияи Файзобод, ҷамоати деҳоти Вашгирд, деҳаи Сино зиндагӣ карда истодам. مرحمت شینید. شخصیت نماینده کمیسیه تنظیم آنها و جشن مراسم‌های مقامات اجرایی حکومت دولت نوین فیض‌آباد معین کرده می‌شود. مرحمت لطیف‌زاده. لطیفزاده равшан санаи таваллудам 31 декабр 1987, миллатам тоҷик, маълумотам олӣ, оиладор, соҳиби як фарзанд, ҷои зистам ноҳияи Файзобод, ҷамоати шаҳраки Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонии 24, ҳуҷраи 20. نماینده در اساس وکالتنامه که از جانب رئیس نوین فیض‌آباد داده شده است در رفع مرافع سودی اشتراک می‌کند. حقوق ویرانکننده عابدов زبیر با شما حقوق‌های مرافعه‌تان موافق ماده 26 کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان فهمیده می‌شود که موافق آن شما حقوق دارید با مواد پرونده شناس شوید، بیانات دهید، درخواست برای رادیو اظهار نمایید، از خدمت حمایتگر استفاده نمایید، با زبان مادری سخن رانید، هنگام ندانستن زبان پیشبرد استحصالات از خدمت ترجمان رایگان استفاده نمایید. از بالای قرار قبول کرده سود میتوانید شکایت آورید. اینچنین طبق کدکس مذکور از دیگر حقوق‌های مرافعه خود استفاده نمایید. حقوق ویرانکننده با شما حقوقتان فهم است؟ محترم رئیس کننده، برای من حقوق فهم است. من زبان دولتی را خوب میفهمم، حرف میزنم، از خدمت حمایتچی دست میکشم. این به شرایط اقتصادی من یگام ذره وابستگی ندارم. مرحمت شینید. پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری اعلان کرده می شود. روز 10 اکتبر سال 2017 شهروند عابدов زبیر در منزل استقامتیش واقع در جماعت دهاتی واشگرد دهه سینا توی دامادی فرزندش را گذرانده برخلاف طلبات قانون با توی زیاده از 300 نفر را دعوت نموده است و اینچنین او در این توی با اشتراکیان 3 نمودی طعام از جمله شوربا، آشت و گوشت بریان آماده نموده ضیافت داده است. مرحمت خواهنده عابدов، با شما مضمون و ماهیت پروتکل فهم است. شما می توانید دوید با آن فکرتون رو بیان نمایید. محترم رئیس کننده، با من مضمون و ماهیت پروتکل ترتیب داده شده فهم است. با برای صادر نمودن کردار با ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده، خودم را عموما گناهکار نمی‌حسابم. مرحمت شنید. ترتیب تحقیق دلیل‌ها معین کرده می شود. محترم اشتراکیان مرافعه، فکر خود را درباره ترتیب تحقیق دلیل‌ها بیان نمایید. نماینده مرحمت. من پیشنهاد می‌نمایم که اول بیانات عابدов و بیانات من و شاهدان شنیده شود، بعدا پرونده تحلیل کرده شود. حقوق ویرانکننده عابدов، مرحمت. محترم رئیس کننده، من با این پیشنهاد ضد نیستم. با شنیدن فکر اشتراکیان مرافعه سود در جایش تعیین کرد. تحقیق دلیل‌ها از بیانات عابدов زبیر آغاز کرده شده. بعد بیانات نماینده بخشی تنظیم و شاهدان شنیده شده حجت‌های پرونده اعلان و تحقیق کرده می‌شوند. مرحمت حقوق ویرانکننده عابدов، با شما سخن داده می‌شود. هر یک پدر از اون روزی که طفل به دنیا می آید آرزوی دیدنی
توی دامادی پسرش میکنه. من این سالهای دراز انتظار همین روز بودم. خلاص روز 10 اکتبر سال 2017 در حولیم توی پسرم رو برپا کردم و پیش از اون که توی رو آغاز کنم با نماینده تنظیم واخری داشتیم، صحبت کردیم. در حقیقت اون کس ما فهموندن که برای ضیافت تا 150 نفر و برای دادن آش تا 200 نفر از دو جانب ما حقوق داریم. خلاص من نیز با فکر خودم یکم خانواری نکردم. همگی یک خوراک راست دیگه یک آش یک به یک کردیم. محترم رئیس کننده از چی باشه نمیدونم که نماینده‌های تنظیم همین واهمه کرده در اومده توی ما رو ویران کرده، پروتکل ترتیب دادن. نمیدونم که با کلام سبب ها آخر هفته گذشته در قشنگ ما 2 توی بود. محترم رئیس کننده 2 توی 3 نمود خوراک خوردیم ما 3 نمود در روز توی من همین نفر رو ما رو پروتکل کردن. من خلاص از پروتکل ترتیب دادگی همین نفر رو راضی نیستم و خودم رو بار دیگر میگم که گناهکار نمیستم. نماینده کمیسیه تنظیم، شما با حقوق کننده عبیدوف سوال دارید؟ محترم رئیس کننده، من با عبیدوف سوال دارم. مرحمت شما میتوانید سوالتون را دهید. عبیدوف، شما بدونید که دادن ضیافت با 3 طعام در توی دامادی من کرده شده است. من تنها یک خوراک خوردم، آش یک به یک کردم. بله من 2 نمود خوراک دیگر رو نمیدونم. در مورد شما چی گناه است؟ خیر، من مدیر شعبه اموال دولتی نوعی فضایش رو کار میکنم. هیچ شکایت ندارم محترم رئیس کننده. شکر میکنم معاشم میرسد به زندگیم، تنقیصی نداریم. حقوق کننده عبیدوف مرحمت کردن، شما میتونید با جاتون شینید. رحمت. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 10 توی دامادی و عروسی قسم 1 توی دامادی و عروسی در دوام نه بیشتر از 2 روز به طور اختیاری با راستن ضیافت برای تا 150 نفر و دادن آش توی برای تا 200 نفر از حساب هر دو جانب گذرانیده می شود. محترم نماینده کمیسیه، مرحمت سخن با شما داده می شود. من باید متخصص پیشبری بخش اوید با کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد کار میکنم. اولهای ماه اکتبر سال جاری عبیدوف زبیر با کمیسیون مراجعت نموده بود. برای اجازت گرفتن توی دامادی فرزندش با اجازت اومد برای تا 200 نفر آش توی داده شد. روز 10 اکتبر سال 2017 در جامعه ایالت واشگرد دهه سینو سنجش گذرانده شد. هنگام سنجش گذراندن وقتی ما با جامعه ایالت واشگرد در دهه سینو سنجش گذاردیم، در هفته سنجش رئیس محله نیز با ما بود. من تکلیف نمودم که ما با خانه عبیدوف زبیر سنجش رویم، چون که تا فهمیم که عبیدوف زبیر چون که شخصی منصبدار خود خدمتچی دولتی بوده، اجرایش قانون در کدام سطح قرار دارد. بعد که ما با خانه عبیدوف زبیر در آمده، در مهمانخانه عبیدوف زبیر مهمانان زیاد نشسته بودند. حتی برای 300 نفر میز کرسی آراسته بود و 3 نمود طعام داده میشد. دروغ رفیق رئیس کننده دروغ میگوید. حقوق کننده عبیدوف تنها یک خوراک. اکر زبیر طعام سیم در حولی همسایت بود، دیگه گوشتبیران موندگی بود. وقتی که ما با خانه شما در آمدیم، ما علاقه دیگه طعام رو بنوار گرفتیم که آش شوربا در حولی خودتون دیگه گوشتبیران در حولی همسایت بود که محترم رئیس کننده مرحمت خیزید. بیانات نماینده کمیسیون را شنیدید؟ بیانات شنیدم لیکن تصدیق نمیکنم. من در نوبت خود سوال دارم. مرحمت سوالتون را دهید. میبخشید من تنها یک خوراک پختم که وقتی در خانه همسایه گوشتبیران میپزند عیبی من چی؟ وقتی ما بنوار گرفتن حتی شما در نزد دیگه گوشتبیران بوده، ما از حولی شما در حولی همسایتون دیگه گوشتبیران میجوشید، ما رو بنوار گرفتیم، ما ثبت ویدیویی داریم، شما رو گریز رو گفتید. محترم نماینده کمیسیه، شما بعدی وارد گردیدن تغییر علاوه بر قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان چگونه کارهای فهمانده را در ناحیه برام مانده اید؟ محترم رئیس کننده، کمیسیون ما این کار را خوب براه مانده است. ما در تمام محله ها، تشکیلات و مؤسسه ها
محتوای قانون را به همه فهمانده دادگیم کمیسیون ما این کارها را تشکیل کرده شد. اما لیکن یک شخصانی به مانند عابدوف زبیر همچون شخص منصبدار خدمتچی دولتی با قانونشکنی راه می‌دهد که این با ضرر عائله آنها و هم با نفوذ خدمتچیان دولتی می‌باشد. محترم رئیس کننده چی گفته ایستاده؟ خب بیان کننده عابدوف ترتیبات مرافع سودی را رعایت کنید. به شما آگاهی داده می‌شود. کاتب مجلس سودی در پروتکل مجلس درج نمایید. سوال دارم. مرحمت چینید. پریستاف سودی عادلزاده نیقدم مرحمت به طالور سودی شاهد عالموف الهام‌الدین را دعوت نمایید. شخصیت شاهد معین کرده می‌شود. مرحمت. من عالموف الهام‌الدین دهم سپتامبر سال 1966 تولد شدم. ملتم تاجیک، اویلادور، صاحب 4 فرزند، عین حال رئیس محله سینای جماعت دیاتی وشگیر ناحیه فیض‌آباد. شما مطابق ماده 534 کدکس حقوق حیوانات مأموری جمهوری اسلامی برای دادن نشاندهی شاهد ضمن بررسی پرونده حقوق حیوانات مأموری آگاهنده می‌شوید. مرحمت در خدمت شاهدان امضای خود را گزارید. کاتب شاید شما حقوق حیوانات عابدوف را میشناسید و نسبت او خصومت یا غرض دارید؟ محترم عابدوف را میشناسم. در محله که من رئیس محله هستم زندگی میکنم. یگان خصومت شخصی ندارم. حقوق حیوانات عابدوف مرحمت تصدیق میکنید؟ بله درست میگه. مرحمت چینید. شاهد در بالای حالت کار به سود مرحمت نشان کرده نشان دادید. محترم رئیس کننده، من طول چندی سال است که رئیس محله سینا کار فعالیت دارم. همین را قید کردم که محترم عابدوف در محله ما زندگی میکند. روز 10 اکتبر سال 2017 کارمندان تنظیم ناحیه به نزد من آمدند. میخواستند که سنجش گذارند. خود همان روز در خانه محترم عابدوف توی فرزندشان بود، توی دامادی ما همراه به خانه محترم عابدوف رفتیم. هنگام داخل گشتن همراه کارمندان تنظیم در خانه عابدوف قریب 350 نفر زیاد مهمانان نشسته بودند. بالای همگی با محترم عابدوف 3 تا خوراک داده استند: شوربا، آش، گوشت بریان. انا خود خدمتچی دولتی و خدمتچی دولتی خانه جمهوری اطاعت نمیکنه. ما چیکار کنیم؟ ما مردم عادی چی بگیم؟ ما مردم طبقات چی بگیم؟ متاسفه محترم رئیس کننده. حقوق حیوانات عابدوف مرحمت کرده خیزید. نشان داد شاهد را شنیدید؟ بله. تصدیق میکنید؟ تصدیق نمیکنم. سوال دارم. مرحمت. آخه توی مرا دیدی یه هفته پیشتر در مو قشلاق 2 توی دیگه شد. چه دروغ میگویی؟ آکی اطاعت نکردی خونه کیست؟ اطاعت نکردی جواب شفتی آخی. جواب شفتی در بند مردم. ما گناهکار ما جواب شما میتیم. جواب شفتی؟ هم نیستی. لیکن تو همه رو با یک چشم نگاه کن. رئیس محله شده. ما با یک چشم نگاه میکنیم. و مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ ما یک خوراک دادم فقط آش دادگیم. فقط آش. درو. استاد کودم گریش شد. آیا شما در محله بابت اجرای قانون جمهوری اسلامی درباره تنظیم عنعنه کدام چاره‌بینی‌ها را می‌گذرانید؟ ما هر وقت 2 بار 3 بار مردم در چایخانه‌های جمعیتی جمع میکنیم. میفهمونیم آیدی همین کارها، آیدی توی مرک‌های عزاداری میفهمونیم. لیکن متأسفانه شخصانی هستند مثل عابدوف که قانون را اطاعت نمیکنن. قانون که اطاعت نمیکنی جواب شد در بین مردم بگو. من جواب خودم میتونم کارتون نباشه. شاهد الهاموف مرحمت کرده در جایتان شینید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 10 توی دامادی و عروسی قسم 4 پدر و مادر داماد و عروس و یا شخصان آنها را عوض کننده با مصلحت طرفین می توانند به جای دادن آش توی مبلغ آن را جهت بهتر گردانیدن شرایط زندگی نفخانه‌داران صرف نمایند. پریستاف سود مرحمت به طالور مجلس سودی شاهد مراد فتوا را دعوت نمایید.
شخصیت شهید معین کرده می شود. مرحمت. من مراد فتحالله 13 می سال 1980 سنه تولدم. ملتم تاجیک، اقامت کننده دهه سینا، جماعت دهاتی واشگرد نویه فیض آباد. شهید شما مطابق ماده 534 کدکس حقوق ایرانکنی ماموری جمهوری ترکستان بابت دادن نشانه بر دروغ شهید ضمن بررسی پرونده حقوق ایرانکنی ماموری آگاهانیده می شود. مرحمت در خدمت شهیدان امضایتان را گزارید. کاتب سودی. مرحمت. شهید مرادوف شما حقوق ویرانکننده عبیدوف را میشناسید و نسبت او یگان خصوصیت شخصی دارید؟ بله من او را میشناسم. در همسایگی من زندگی میکند و او یگان قسمت شخصی ندارد. شهید مرادوف مرحمت اوید حالت کار نشان دادید. محترم رئیس کننده اوید حالت کار همین را قید کردنی هم که عبیدوف در محله ما زندگانی میکند. یک چند روز پیش از برگزاری توی پسرش و نزد من اومده از من خواهش کرد که یک دیگه تمام رو یعنی گوشبیرون رو در حوالی من گذارم. من با او گفتم من بعد به من یگون گپ زیادتی نمی شود. او به من گفت من کارمند دولتی هستم همش رو به ذمه خودم میگیرم. بعدا روز 10 اکتبر سال 2017 کارمندان کمیسیون تنظیم نوحه طبق سنجش آمده او را در خانهش دو دیگه تمام رو با نوار گرفته. بعدا به خانه من اومده دیگی گوشبیرون رو به نوار گرفتن و نسبتش پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب دادن. حقوق ویرانکننده عبیدوف نشان دادی شهید مرادوف را شنیدید و اون را تصدیق میکنید؟ بله شنیدم محترم رئیس کننده، لیکن تصدیق نمیکنم. سوال دارم. مرحمت. گوش کن. تو همسایه شده چند روز پیشتر اکا به خاطر این قدر خدمت ها چی خدمت کنم گفته من گوشبیرون خودم میکنم. نگفتی همین گپا را؟ همین گپا را گفتی کو؟ ما خیلی خدمت میکنم توی اکا یک خدمت میکنم. گفته امروز گپا تمام دیگه خیلی ها؟ اکای زبیر چی لازم دروغ گفتن؟ با نزد ما اومدی خواهش کردی یک قسم مهمان ها رو در خانه من تمام دادن لازم. با من چی لازم تو را تهمت کردن؟ شهید مرادوف حقوق ویرانکننده عبیدوف زبیر برای تیار کردن خوراک به شما مبلغ داده بود؟ همه خراجات های تمام را خودش آورد. آشپزش در خانه من هم در خانه خودش تمام را تیار کرد. مرحمت. شهید در جایتان شینید. اشتراکچیان مرافعه وابسته به پر کردن پرونده یگان دلیل‌های ایلاوگی دارید؟ مرحمت نماینده. محترم رئیس کننده من درخواست دارم. من از شما خواهش می‌نمایم که ثبت ویدیویی که در حالت خانه ویرانکنی در خانه اقامتی عبیدوف زبیر به نوار گرفته شده است در رفت مجلس سودی نشان داده شود. مرحمت چنین. حقوق ویرانکننده عبیدوف مرحمت فکر شما شنیده می‌شود. من زید هستم محترم رئیس کننده. در دستشون یا خیلی کم بیرنده بود توی مرا ثبت کردگی نیستن. خود همه کارام ایشانش ممکن رئیس کننده. با شنیدن فکری طرف‌ها سود در جایش تعیین کرد. ثبت نوار ویدیویی باید ویران کردن حالت خانه مذکور که در حوالی استقامتی حقوق ویرانکننده عبیدوف زبیر به نوار گرفته شده است در رفت مجلس سودی نشان داده شد. پریستاف سودی. مرحمت. حجت‌های پرونده حقوق ویرانکنی ماموری اعلام کرده می‌شود. سند و پروتکل که در آن اوید صادر کردن حقوق ویرانکنی تمام حالت‌ها آماده است. قرار در باره آغاز کردن پرونده حقوق ویرانکنی ماموری که موافقان نسبت حقوق ویرانکننده عبیدوف
با ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شده است. ورقه پرونده 2 نسخه شناسنامه اوبیدوف ورقه پرونده 4 خصلت‌نامه از جای زیستی و جای کاری حقوق ویرانکنان اوبیدوف ورقه پرونده 6 فیته ثبت توی دامادی که در منزل اوبیدوف زبیر ثبت شده است و در رفت مجلس سودی نشان داده شد. تفتیش سودی انجام یافته اعلام کرده می شود. سود با شنیدن مذاکره های سودی شروع می نماید. مرحمت نماینده کمیسیون برای سخن برای برآمد کردن به شما داده می شود. قرار در رفت تفتیشات سودی مقرر گردید. اوبیدوف زبیر طلبات ماده 10 قسم 1 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان که موافق آن توی دامادی عروسی در دوام نه بیشتر از 2 روز و طور اختیاری برای آراستن ضیافت برای تا 150 نفر و دادن آش توی برای تا 200 نفر از حال هر دو جانب گذرانده می شود ویران کرده. روز 10 اکتبر سال 2017 توی دامادی فرزندش را برگزار نموده. در این توی تعداد زیاد مهمانان و شماره 300 نفر دعوت کرده. این چنین 3 نمود تمام آماده نموده. با این کردارش حقوق ویرانکنی در ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده را صادر نموده است. ما معین نمودیم که اوبیدوف زبیر برای یک خودنمایی زیاده از 25000 سومانی خرج بیهوده نموده است. در همین حالت برای این خرج بیهوده یگان ضروریت نبود. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که همچون قانون ملی با دستگیری خلق تاجیکستان قبول گردیده است برای پس کردن سطح کاندیداتی در مملکت بلند برداشتن یک احوالی مردم روانه کرده شده است. اما اوبیدوف مهمیت و فایده‌ناک بودن طلبات این قانون را درک نکرده دست به خرج بیهوده زده است. اگر اوبیدوف به جای این صرف بیهوده برای فرزندش یگام جهاز روزگار می‌خرید یا در تحصیل آینده او صرف می‌کرد این بهتر می‌بود. بنابراین از سود خواهش می‌کنم که اوبیدوف زبیر با ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با او با این ماده جزا در دوره قانون تعیین کرده شود. مرحمت شدید. حقوق ویرانکنان اوبیدوف و شما برای برآمد کردن سخن داده می شود. مرحمت. محترم رئیس کننده، من از کرداری کردم سخت پشیمانم. راستی مردم نخندد گفته خود را زیر قرض ماندم. همه خورده رفتم. کسی رحمت هم نگفت. به گپی هیچ کس گوش نکردم. بعد تغییر علاوه به قانون مذکور مرا همچون خدمتچی دولتی میدونم که چی انتظار است. فقط از شما خواهش میکنیم که برای اینکه باز 3 فرزند نابالغ دارم آنها را با پا راست کردن در کار، خواندن در کار، پوشاندن در کار. از شما سخت خواهش دارم، التماس دارم که برای من اگر شرایط امکانیت باشد جزای سبکتر لایق دانید. تشکر. مرحمت شدید. سودیا برای قبول قرار سودی به خانه الهیده می رود. خواهشمندم از جای برخیزه. کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ماده 481 رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم قسم 1 برای رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم به شخصان واقعی به اندازه 100 به شخصان منصبدار به اندازه 500 و به شخصان حقوقی به اندازه 700 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده می شود. زود می آید. خواهشمندم از جای برخیزه. قرار درباره تعیین کردن جزای مأموری 5 دکبر سال 2017 شهر دوشنبه با دسترسی ماده‌های 140 142 148 150 کدکس مرافع حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان سودیا قرار کرد. اوبیدوف زبیر با ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با او با این ماده جزای مأموری در نمود جریمه
ба андозаи 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 25000 сомонӣ ба фоидаи давлат таъин карда шавад. нисбат ба қарори мазкур дар муддати 10 шабона рӯз тавассути ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон шикоят овардан мумкин аст. судяи суди ноҳияи Файзобод Сафарзода Ғозибек Солеҳ. марҳамат шинед. муҳтарам иштирокчиён, муҳтавои қарор ба шумо фаҳм аст? ҳуқуқ вайронкунанда ба ман фаҳм аст. намоянда محترم سودیا مطابق با ما فهموند маҷлиси судӣ пушуда эълон карда мешавад.